دست دادن اون است که از گوشت و از گوشت از همه چیزهایی که محصولاتهایی که ضروری است استفاده برند و آشی بهترین حسابیده شود یکی از افراد و جمهوری حسابیده شود. آشخانه و طرفخانه‌های جمهوری آش پلو در سرخط اولی طعام‌های ملی جای گرفته است. از نهاد مردم ما یگان طعام وجود ندارد که با آش پلو رقابت‌پذیر داشته باشد. سال 2015 جمهوری تاجیکستان نامیناسیای آش پلو همچون خوراک عنعنوی و فضای اجتماعی و فرهنگی آن در تاجیکستان را برای ثبت کردن به فهرست نامنویسکننده یونسکو باید به فرهنگ غیرمادی پیشنهاد کرده است که این باعث افتخار فرهنگی ملی ما باید گردد.